بسم الله الرحمن الرحیم. تا هنوز تفسیر سوره عما یتساءلون قرار داریم. بعد الله تعالی برای ما از احوال آخرت سخن میگوید. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی مردم به شکل گروه گروه میآیند، چنانچه و اذا میفرماید النفوس زوجت. هر فرد با همان گروه خود حشر میشه، یعنی با همان کسی که مثل خودش میباشه. هر کس با مانند و شبیه خودش در او روز هم گروه خواهد شد. و یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، و چنانچه الله و میفرماید یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیل. این آسمان استوار و محکم و قدرتمند به وسیله ابر پاره پاره میشه. مردم او را به چشم خود میبینه، از احوال روز قیامت به وحشت میفتند. الله میفرماید و سیرت الجبال فكانت سرابا، این کوه ها همهشان با هم به سمت روان میشن، مانند پنبه باد شده میگردن. هیچ چیز نمیمانه، همه چیز بزرگی و قوت و صلابت خود از دست میته به خاطر عظمت الله متعال. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وسيرت الجبال فكانت سرابا. بعد سخن به آخرت انتقال می‌یابد. چه چیزی بعد از حساب روز قیامت و بعد از میزان بعد از همه اینها چه خواهد صورت گرفت؟ بعد از آن الله می‌فرماید إن جهنم كانت مرصادا. وقت با شخص اختلاف پیدا میکنی، برایش میگوی من در همه جا با کمین تو هستم، یعنی اگر به وظیفت بروی من روبرویت هستم، اگر به بازار بروی مرا پیش خود میابی، اگر به خانت بروی در برابرت میستم تا اینکه حقم را بدهی، تا زمانی که حق خودم را از تو بگیرم. الله میفرماید إن جهنم كانت مرصادا، یعنی آماده شدن و در کمین برای کی؟ برای للطاغين مآبا. معاب، یعنی بازگشت. مثلا تو میگی او شخص رفت و نیامد، رفت و دیگر نامد، پس جهنم معاب است، یعنی مکان آخرین است و در آن مکان در آن تمام سرکشان و ظالمان جمع میشن، تمام کسانی که در دنیا گناه کردند، که همان جهنم است. برای همین الله فرمود للطاغين مآبا. خب چقدر در دوزخ میمانند؟ الله فرموده لابثين فيها أحقابا. حقب مدت زمان 10 سال را میگن و 100 سال هم گفته میشه. این حق یعنی مدت زمان معین. مثلا شما میگین این یک حقب از زمانه را گذشتانده، یعنی عمرش 10 سال است. از زمان این دولت یک قرن گذشته، از آغازش یعنی عمرش 100 سال است. حقب یا همون چنان 10 سال است، یا بنابر قول دیگر 100 سال. پس الله یاد نکرده که آنها یک حقب یا 10 ها و یا چند حقب در اونجا، بلکه فرموده لابثين فيها أحقابا. خب حالتشان در اونجا چگونه است؟ الله میفرماید لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. یعنی اونها در زمانی که هوا بسیار شدید گرم است، هیچ هوای سردی را نمیابند که از اونها گرمی و عرق دور کنه. هیچ هوای سرد نمیدمه. همچنان کسی که برایش گرمی رسیده نیاز به آب و نوشیدنی داره. هر نوشیدنی که باشه، آب یا شیر، هر نوشیدنی که باشه، اونها به هیچ چیز دست نمیابند. با وجود ای که نهایت گرمی از هر نوع هوای سرد، باز هم تمام نوشیدنی ها منع میشه. الله میفرماید لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا اما یک گونه از نوشیدنی است که آن را می نوشند، إلا حميما وغساقا. همین آب نهایت گرمه میگن که به شدت حرارتش زیاد هست. به همه دلیل گفته شده از آتش فشان سنگ های مذاب بیرون میشه، یعنی مانند مایع اما به شدت سوزان، و چنان مذاب که مانند سیل آب جریان پیدا میکنه، در حالی که این سنگ ها فقط از حرارت زیاد آب شدند و او را حمیم نامیدند. این حمیم گرمترین آبی است که برای جهنمیان داده میشه اگر آب بخواین. و غساق همان ریم است که از بدنهایشان بیرون میشه. از الله عافیت میخوایم. هنگامی که میسوزه از بدنش ریم و موادی که جلد با عضوب شده بیرون میشه و او را میخوره. از الله میخواهم ما و شما را از آن و از جهنم حفظ بفرماید. إلا حميما وغساقا خب چرا؟ جزاء وفاقا. این جزا کاملا مساوی و برابر با آن اعمالی است که آن را انجام دادند.
این شخص دروغ گفته، ای به الله شرک ورزیده، ای دزدی کرده، ای نافرمانی پدر و مادر خود کرده. هر انسانی که در معصیت کرده، فرق نداره که شرک به الله باشه یا کمتر، که انسان از اسلام بیرون نکنه اما باز معصیت کار شناخته میشه. پس بر هر معصیت جزای مساوی و برابر آماده شده. برای همین الله میفرماید جزاء وفاقا.